میاد ارسال میشه. نگاه کنید صحنه رو. تو ارسال دفع همینجا نگردیم. ما پشت باکس یار نداریم اصلا. 3 تا اونجا هستن ولی خب پشت 3 تا هستن که اگر قرار باشه با انضباط کار بشه در 2 هافبک دفاعی که رو دست هم بازی میکنن آقای توتونچی، یه هافبک اگه میره کنار پوشش عمقو بده، اون یکی باید جلوی دفاعهای وسط باشه. درستی. اصلا جای دیگه ای شما ندارید. شما همینو میتونید چون بازیکن سایزداریه اینو یه دفع محکم بکنید. نکنید محکم. این دفع با پشت پا اصلا اشتباه بچگونه است. از همه مهمتر اصلا شما وقتی میبینی نمیتونی دفع کنی، بدنت رو به توپ مثل دفاعی بزرگ دنیا ستون کن، توپو به کورنر دفع کن. روزبه نگاه میکنه، اندونگ همونجا ایستاد، دیگه هیچ فعالیتی نکرد، هیچ فشاری هم کوشکی نمیاره. هر اندونگ و کوشکی و پشت سرش منیر واسطادن. اونجا بازیکن میاد جلوی روزبه رو میبنده. اینا درنی دروازه است. بله، جلو روزبه رو میبنده، روزبه رو بلاک میکنه، میخورن به سینه آرمین سهرابیان و آقاسی. اینجا آرمین سهرابیان و آقاسی هیچ مقصر نیستن. بازیکنایی که قبل از 18 قدم این بازیکن پا به توپ میشه تحت فشار نمیذارنش، اینا مقصرن.